یکی از مهمترین مطالب در بحث آرایه‌های ادبی انواع اضافه است. ممکنه شما بگید آقا انواع اضافه که مربوط گروه اسمی میشه. این چیه اینجا داره میچرخه؟ این پش است بچه‌ها. مربوط گروه اسمی میشه. اما این انواع اضافه تو آرایه تأثیر داره. دو نوع اضافه داریم که فوق العاده بچه‌ها برامون مهمه. اضافه تشبیه، اضافه استاری. چرا مهمه؟ چون هر جا اضافه تشبیه دیدی تشبیه ایجاد میکنه، هر جا اضافه استاری دیدی استاره ایجاد میکنه. یعنی در تست آرایه ادبی تست تشبیه استاره مهمه و اهمیت تشبیه استاره هم که همه میدونیم. خیلی بچه‌ها سوال کردن، یه بار گوش کنید، خیلی جاها اینو توضیح دادم، یه بار دیگه قشنگ گوش کنید. ببینید وقتی به شما میگن اضافه هرچی، وقتی میگن اضافه هرچی یعنی شما با ترکیب مضاف و مضاف الیه سر و کار داری. یعنی سوال درباره ترکیب مضاف و مضاف الیه. متوجه شدید چی گفتم؟ نه مثل کیانی دیگه. یعنی درباره ترکیب وصفی نیست. خب این دیگه که تشخیص بدیم مضاف و مضاف الیه یا ترکیب وصفیه، مربوط به گروه اسمی میشه. فرضو میذارم شما تفاوت ترکیب اضافی و وصفی رو میدونی، نمیدونی همینجا پاوز کن، پاز میکنن دیگه نه کیان، برو بحث ترکیب وصفی اضافی رو از به حال بحث گروه اسمی بخون برگرد. البته بحث ساده. خب اضافه تشبیه چیه؟ اولا که باید ترکیب اضافی باشه. شرط یک اضافی بودن. شرط یک ترکیب. شرط شماره دو، معمولا کلمه دوم شباهت به کلمه اول داره. خب آقای عبدالمحمدی ما اینو از کجا بفهمیم؟ از معنی میفهمیم. اینی که کلمه دوم به کلمه اول شباهت داره از معنی میفهمیم. یکی از مثالهای خیلی معروف که هممون بلدین، تو کتابتون هم هست، اونام که بلد نیستن یاد بگیرن. مهد زمین. آیا مهد زمین ترکیب اضافیه؟ بله. کیا میدونه چرا ترکیب اضافی وصفی نی؟ نه. حالا فرض کن یه عده‌ای استثنا مثل کیانن نمیدونن. چجوری میفهمیم؟ زمین صفت نی، زمین یه اسمه. نکته بعد، مهد زمین است معنی نمیده، مهد زمینتر معنی نمیده، مهد بسیار زمین معنی نمیده. در ترکیب وصفی معمولا اینا معنی میده. خب میخوایم آیا اضافه تشبیه، از خودمون سوال میکنیم آیا زمین مانند مهد است کیان؟ آیا زمین مثل گهواره است؟ بله. از چه جنبه‌ای؟ گهواره کیو پرورش میده؟ چیو پرورش میده؟ کودک و نوزاد. و زمین چیو پرورش میده؟ گیاهان و گلها رو، سبزه رو در بهار. ممکنه بگید خب آقا مثلا مد یه حرکت آرومی هم داره، زمین هم یه حرکتی داره. خب آره، ولی خب احتمالاً در دوره سعدی چنین چیزی رو نمیدونستن، احتمالاً که چنین بوده. به حال رابطه شباهت داریم. مثلا میگیم لعل لب، آیا ترکیب اضافیه؟ بله. آیا لب شبیه لعله کیان؟ بله. از چه جنبه‌ای؟ قرمزی. البته قرمزی عرفانی. قرمزی عرفانی. آقای عبدالمحمدی شما گفتی معمولا کلمه دوم به کلمه اول شباهت داره. ممکنه اول به دوم شباهت داشته باشه؟ بله. همین ترکیب برعکس کن، لب لعل، یعنی لبی که شبیه لعله. آقا خب چرا نمیگیم لعلی که شبیه لبه؟ به خاطر اینکه به طور معمول در ابیات وقتی میگیم لب لعل داریم درباره لب حرف میزنیم، یعنی لبی که شبیه لعل است. حالا اگه یه جایی برعکس حرف میزدیم خب اونوری میشد. خب حالا بریم سراغ اضافه استاری. من مثالهای بیشتری میزنم از اضافه تشبیه استاری، صبر کنید اینم بگم. اولین شرط اضافه استاری چیه کیان؟ اینه که اضافی باشه. گفتیم مثلا وقتی میگن اضافه فلان اضافه باشه. شرط دوم پس یکش این که اضافی باشه، دو واقعی نباشه. واقعی نباشه مثلا میگیم رنگ دیوار. خب واقعا دیوار یه رنگی داره دیگه، پس نمیتونه اضافه استاری باشه. دست تو، عقل کیان، حالا مثلا اگه داشته باشه، خب کیان مثلا واقعا یه عقلی داره دیگه، حالا مثلا تنظامی است، پس این اضافه استاری نیست. شرط شماره 3 تشبیهی نباشه. یعنی اضافه اگه تشبیهی بود دیگه تشبیهیه، دیگه استاری نیست. شرط شماره 4 اقترانی نباشه. آقا این که گفتی این یعنی چه؟ این اقترانی نباشه یعنی چی؟ توضیح میدم. فرض کن میدونید توضیح میدم. شرط شماره 5 اینه. کلمه دوم رو به یه چیزی تشبیه کرده باشیم، این چیز رو نیورده باشیم. کلمه اول از اجزا یا خصوصیات این چیز باشه. آقای عبدالمحمدی خیلی چیز تو چیز و اینا شد. الان یه مثال بزن. بچه‌ها گوش کنید.
معروف ترین مثال رو بزنم، بعد هم مثال متعددی میزنم. مثلا میگیم دست روزگار، این معروف ترین مثال اگه همه جا میبینیدش. میخوایم ببینیم اضافه استاری هست یا نه. یک، آیا ترکیب اضافی است کیان؟ بله. ممکن نمیتونه جواب بده. دو، آیا واقعیه؟ یعنی واقعا روزگار یه دستی داره؟ نه. آیا تشبیهی روزگار شبیه دسته؟ به طور معمول نه. به طور معمول نه. آیا اقترانیه؟ نه. از من قبول کنید نه. الان توضیح میدم اقترانی چیه. در حقیقت گفتیم روزگار مثل چیه کیان؟ مثل یه آدمه که دست از اجزا یا خصوصیات اونه. پس این میشه اضافه استاری. چند تا نکته لازمه بگم. یک، گفتم اضافه اقترانی رو توضیح میدم. این اضافه اقترانی چیه؟ گوش کنید. اولا ترکیب اضافیه. ثانیا خیلی شباهت به اضافه استاری داره. ثالثاً میتونیم بین مضاف و مضاف الیه به منظوره یا به منزله یا کلماتی تو این معنی اضافه کنیم و معنی رو کامل کنیم. آقا این سخت شد. یه مثال بزنم واسه تو، یه مثال معروف. مثلا شما میگید که دست ادب. دست ادب میتونیم بگیم دست به منظوره یا به نشانه ادب دراز میکنیم. دست به نشانه ادب دراز میکنیم یا دست به نشانه ادب بر سینه میذاشتیم. قدیما مؤدب بودن یه عده‌ای مثلا تعظیم. درست شد؟ این میشه اضافه اقترانی. در حقیقت وقتی میگیم دست ادب بچا همین دسته. فرقش با اضافه استاری چیه؟ این دست همین دست نیست. آقای عبدالمحمدی، آیا میشه ما اضافه اقترانی و اضافه استاری بگیریم؟ خب آقا اضافه اقترانی اضافه استاری یعنی چی میشه اینو اون بگیریم؟ هر کد این اصلا فرق، اصلا واقعیه. این با همین دست یه کاری انجام میدیم به نشانه ادب، این واقعیه، اما این دست تو مضاف واقعی نیست. آقا آخه مثلا یه تستی یه بار اشتباه کرده بود، اقترانی استاری گرفته بود، چیز دیگه اینو مجبور. خب حالا یه بار یه تستی یه کاری کرده بود فعلا، اون که قاعده نمیشود که. اونی که ما گفتیم خطاهای تست که خطای تست، حالا یه بار یه اتفاقی بیفته که این قاعده نمیشود. اضافه اقترانی، اضافه استاریه. اسمش تو کتابتون نیست، اما فرقش باید بلد باشید، به خاطر اینکه استاری بلد باشید. اینم یه نکته. نکته بعد، آقای عبدالمحمدی گفتی هر اضافه تشبیه ایجاد میکنه، هر اضافه استاری ایجاد میکنه، اضافه اقترانی هم که توضیح دادی. حالا یه سوالی، هر جا ما ترکیب اضافه دیدیم یا تشبیه یا استاریه یا اقترانیه؟ نه، ما بسیار اضافه داریم. از این دیدگاه 8 نوع ترکیب اضافی داریم. مثلا میگیم پیراهن من، این اضافه ملکیه، میتونم پیراهن بخرم بفروشم. مثلا میگیم فکر کیان، این اضافه اختصاصیه. مثلا میگیم ساعت طلا، این اضافه جنسیه. مثلا میگیم کشور ایران، این اضافه توضیحیه. مثلا میگیم رستم دستان، این اضافه بنوته. آها اینا که گفتیم ما اصلا لازم اینا رو یاد بگیرید. این 5 تا رو بگیرید و غیره. منظورم اینه هر جا ترکیب اضافی دیدی زود نگو یا تشبیه یا استاری یا اقترانی، ممکنه نباشه. پس ما اضافه تشبیه استاری یاد میگیریم. چرا؟ چون اضافه تشبیه ایجاد میکنه، هم اضافه استاری ایجاد میکنه. اقترانی رو ما این اشتباه نمیگیریم. درست شد. آقا یه تستی یه جایی غلط بوده، خب غلط بوده دیگه، اون مجبور. شما توی هر تستی اگر یه اشکالی وجود داشته باشه بهترین گزینه رو بزنی. این ربطی به این نداره. کیان فهمیدی چی میگم؟ نه. حالا من چند تا مثال میگم شما بگید، یا کیان تو هم میتونی بپرسی. مثلا وقتی میگیم که سر ارادت، بچه‌ها این چه اضافه‌ایه؟ سر ارادت، سر به نشانه ارادت خم میکنیم، میشه اضافه اقترانی. یه نکته کیان بگم، نکته خیلی مهمیه. دوستان عزیز من گوش کنید. اضافه تشبیه و استعاری در بیت باید مطرح بشه. یعنی ممکنه یکی یه اضافه تشبیهی باشه توی بیتی، توی بیت دیگه اضافه استعاری بشه، معنیش عوض بشه. به این نکته دقت کنید. وقتی من خارج بیت دارم مثال میزنم یعنی معنی معمول، معنی متعارفش چیه، اصلش در بیته و ممکن در بیت‌های مختلف معنیش عوض بشه، نوعش هم عوض بشود. اینم از این. مثال بگو کیان، بگو سوالاتو بگو. چی؟ کوه غم. بچه‌ها میدونی که کیان زیر بار کوه غمه. کوه غم چه اضافه‌ایه؟ اول ترکیب اضافیه. آیا غم مثل یه کوهیه؟ بله. غم داشتن کیان مثل یه کوهیه. پس اضافه تشبیه. مثال بعد کیان؟ گوهر عمر. دیگه این بچه‌ها بلدن دیگه. اول ترکیب اضافی. آیا عمر مثل گوهره؟ بله، ارزشمنده. گوهر جوانی، آیا جوانی مثل گوهره؟ بله، ارزشمنده. دیگه چی بگو. سیل حوادث.
سیل حوادث. آیا ترکیب اضافیه؟ بله. آیا حوادث مثل سیلن؟ بله، میان ما رو با خودشون میبرن. ترکیب اضافه تشبیه. آفرین. مثال تو چی بلدی؟ همه که بلد نیستی. بگو دیگه چی داری؟ حجاب ظلمانی. بذار من رنگو عوض کنم. حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی. کیا این چه ترکیب اضافه ایه؟ کیا یه ضرب المثلی تو فارسی داریم میگه اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. اصلا حجاب ظلمانی ترکیب اضافه نیست، که وصفیه. ظلمانی صفت حجابه، صفت نسبیه. اگه میگفت حجاب ظلمت میشد ترکیب اضافه تشبیهی. ظلمت مثل یک حجاب بود، تاریکی مثل یه حجابی، اونورش نمیبینی. دیگه چی بگو واسط بگم؟ روح باران. اعتقاد داری به روح؟ کیان به روح اعتقاد داری؟ میخوام فوش بدم نمیتونم فوش بدم جلو. بعد روح باران. آیا تشبیه باران مثل روح؟ نه. آیا اقترانی روح به نشانه باران؟ نه. در حقیقت باران رو به یک چیزی تشبیه کردیم، مثلا به یک آدم، انسان. روح از اجزا یا خصوصیات اونه، پس میشه اضافه استاری. آیا عبدالهادی سوال، آیا همیشه اضافه استاری مضافش باید اعضا و خصوصیات انسان باشه؟ نه. آیا عبدالمحمدی سوال، آیا همیشه اضافه استاری تشخیص ایجاد میکنه؟ نه. بعضش ایجاد میکنه، بعضش ایجاد نمیکنه. روح باران ایجاد میکنه، دست روزگار ایجاد میکنه. ولی مثلا کیان کنگره عرش، این اضافه استاریه. کنگره اینه ها کیان، کنگره این بالای دیوار قلعه ها اینا، ببینید کنگره. عرش که کنگره نداره، عرش الهی. عرش رو به یه کاخی، به یه قلعه‌ای تشبیه می‌کنیم، کنگره داره. این میشه اضافه استاری، اما تشخیص ایجاد نمیکنه، استعاره ایجاد میکنه. به عبارت دیگه هر اضافه استاری استعاره است. بعضی اضافه های استاری تشخیصن، بعضیشون هم نیستن. مثال داری بگو کیان واسه حلش کنم. دیگه چی؟ پرده نیلوفری. پرده نیلوفری. بابا این پرده نیلوفری ترکیب وصفیه. نیلوفری صفت پرده است. خب آقای عبدالمحمدی آخه کتابو نوشته پرده نیلوفری، استاره از آسمان. خب استاره از آسمانه، اضافه استاری نیست اما استاره است. همه استارا که اضافه استاری نیستن. کیان بگو خوب داری میگی، برو بریم. دیگه چی داری؟ چشم حقارت. کیان تا حالا به چشم حقارت به کسی نگریستی؟ اصلا نمیفهمم. چشم حقارت اضافه تشبیه. حقارت شبیه چشمه؟ نه. چشم به نشانه حقارت داریم، هم با چشممون به نشانه حقارت، به منظور حقارت به کسی نگاه کنیم. این میشه اضافه اقترانی. پس چشم حقارت. دیگه چی مثال داری بگو؟ پرده اشک. چه اضافه ایه به نظر خودت؟ پرده اشک. آیا اشک شبیه پرده است؟ بله. اصلا اشک نمیخه تو عمرش، اصلا دغدغه اینه، این مرفع بی درده. اشک شبیه پرده است، چون اشک زیادی که میریزه دیگه چی نمیبینی، اینه یه پرده جلوی چشم رو میگیره. دیگه چی کیان؟ دیگه الان فهمیده باش. چی؟ ذهاب دیدگان. ذهاب، حالا جدا هم می‌نویسن سرم می‌نویسن. ذهاب دیدگان. ذهاب بچه‌ها یعنی چشمه. آیا دیدگان ما، آیا چشمان ما شبیه چشمه است؟ بله. ازش آب میاد، اش میاد. کیان باهوش. آقا اصلا ترکیب وصفی، ترکیب اضافی نیست. قصه رو گرفتی؟ اینم از این. البته باید برید تو بیتا و تستا بزنید. خیلی گوشتون تو تستای تشبیه استاره به حساس باشه که نکنه اضافه استاری اضافه تشبیه داره. فهمیدی کیان؟